به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. تفاوت نیروهای مسلح در ایران 40 سال بعد از انقلاب اسلامی، جایگاه ارتش کجاست؟ در ادامه برنامه ما هلال احمدی هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفتیم. این هلال احمر پوشش بود، مستشاری نظامی. واقعیتش اینه که در بوسنی حرفای جنجالی درباره استفاده سپاه پاسداران از پوشش امدادگران در جنگ بوسنی. بعد از هلال احمر صدای سپاه هم درآمد. نام مشاهیر ایرانی بر تابلوی خیابان‌های پایتخت ایران. واکنش‌های گسترده به مصوبه شورای شهر تهران در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها. و بازداشت 300 فعال محیط زیست در بریتانیا. بانک‌های مرکزی انگلستان و فرانسه هم درباره پیامدهای اقتصادی تغییرات اقلیمی هشدار دادند. سلام عصر بخیر، من باران عباسی هستم. و من کسری ناجی. 29 فروردین در تقویم ایران روز ارتش نام گرفته. اعلام وفاداری بازوی نظامی کشور به حاکمان جدید در روزهایی که انقلابیون نگران کودتا از سوی نیروهای مسلحی بودند که تصور میشد همچنان به شاه وفادارند. در اوایل انقلاب بسیاری از فرماندهان ارتش اعدام شدند و اندکی بعد نیروهای نظامی دیگری به موازات آن تشکیل شد. نیروی ایدئولوژیک که وظیفه اصلیش دفاع از انقلاب اسلامی تعریف شده. در سالهایی که ارتش عمدتاً از فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی دور مانده، سپاه پاسداران سال به سال بیشتر در عرصه‌های مختلف وارد شده. از موضع‌گیری‌های سیاسی و سرکوب معترضان داخلی تا فعالیت‌های گسترده اقتصادی و حضور نظامی در خارج از کشور. با گذشت 40 سال از انقلاب، ارتش در جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد؟ آیا بدبینی به ارتش میان رهبران حکومت همچنان باقی است یا اینکه تفاوت این نیروی مسلح با سپاه حالا تنها رنگ و شکل یونیفرم‌هایشان است؟ و در نهایت قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا چه تأثیری در فعالیت‌های ارتش خواهد گذاشت؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از محمد امینی. چتربازان قهرمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. ارتش ایران امسال به اصطلاح با توپ پر به استقبال روز خود رفت. خودروی کرایس کشنده توپ 130 میلیمتری. به گفته سرتیپ عزیز نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش، در مراسم 29 فروردین از هواپیماهایی به گفته او بومی مثل صاعقه و کوثر در رژه هوایی استفاده خواهد شد. قبل از پرواز در روز ارتش، خبرگزاری جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از انجام اولین نمایش هوایی جنگنده کوثر در تهران خبر داد. هواپیمایی که پس از آذرخش و صاعقه سومین هواپیمای جنگنده ساخت ایران محسوب می شود. البته درباره بومی بودن کامل این هواپیماها حرف و حدیث کم نیست، چون شباهت بدنه موتور و دیگر قطعات آنها با هواپیماهای شناخته شده‌ای مثل F5 آمریکایی پیش چشم خودنمایی می‌کنند. ارتش جمهوری اسلامی ایران آزمون خود را در 8 سال دفاع مقدس پس داد. حسن روحانی رئیس جمهوری هم در روز ارتش سخنرانی می‌کند. امری که برای رؤسای جمهوری حالا به یک سنت تبدیل شده. سنتی که همین 2 سال پیش به رویارویی صریح حسن روحانی و سپاه پاسداران منجر شد. چون آقای روحانی در روز ارتش به گونه‌ای کنایه‌آمیز گفته بود که نام امرای ارتش در فسادهای مالی به چشم نمی‌خورد و کنایه دیگری که همیشه منتقدان به سپاه وارد می‌کنند. اجرای توصیه و وصیت امام راحل و تأکیدات مقام معظم رهبری است که نیروهای مسلح ما از بازی‌های سیاسی باید به دور باشند. ورود نیروهای مسلح در وسوسه‌های اقتصادی میتواند اونها را از هدفهای بلند دور کند.
سپاه بلافاصله به این حرفهای حسن روحانی واکنش نشان داد و فردای روز ارتش اعلام کرد که این سخنان را تفرقه انگیزانه و قدر ناشناسی می‌داند. سپاه همچنین این جمله آیت الله خمینی را برجسته کرد که گفته بود اگر سپاه نبود کشور هم نبود. با اینکه ارتش در آسمان سیاست در ایران ابر خاصی ندارد و عملاً در ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی داخلی ورود نمی‌کند، اما بقای خود در زمان تحول بزرگی مثل انقلاب 57 را مدیون یک تصمیم سیاسی بزرگ می‌داند. این تصمیم در اکثر بیانیه‌های ارتشیان و ستاد کل نیروهای مسلح هم منعکس می‌شود. مثل خود امسال به مناسبت روز ارتش در بیانیه ستاد کل آمده که ارتش در 40 سال گذشته خوش درخشیده و به گفته این بیانیه ایستادگی ایشان یعنی آیت الله خمینی در برابر شیطنت عناصر دشمن در اعلام انحلال ارتش در روزهای نخستین پیروزی انقلاب و تثبیت و تقویت جایگاه این نیرو به نقش آفرینی بی‌بدیل و حماسه آفرینی شکوهمند ارتش مکتبی در بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران منجر شد. ارتش ایران در 40 سال گذشته وضعیت خاصی را تجربه کرده. در ابتدا شاهد اعدام‌های گسترده نیروهایش بود. بعد شاهد بال و پر گرفتن رقیبی ایدئولوژیک به نام سپاه که عملاً تمامی حوزه‌های کشور از اقتصاد تا حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی را تحت سیطره خود گرفته. و در حوزه نظامی هم شاهد این است که حوزه‌های نظامی مثل موشکی، امنیت خلیج فارس و عملیات برون مرزی به تمامی در اختیار سپاه است. این یعنی ارتش عملاً یک وضعیت نیروی درجه دوم را در تمامی حوزه‌ها پذیرفته. در حالی که ارتش 3 برابر سپاه نیروی رسمی دارد، عملاً این بودجه سپاه است که 3 برابر ارتش است. و علاوه بر همه اینها ارتش شاهد این هم بوده که افراد عمدتاً سپاهی فعلی یا سابق هر از گاهی ارتش را به انواع کوتاهی‌ها متهم می‌کنند. شما یه جریانی داشتید میلیشیای آمریکایی به نام جنبش سبز، حکومت هم یه میلیشیایی داشت به نام بسیج، اومد توی صحنه جلوی قضیه رو گرفت. خوب یا بد شما یه چیزی دوست دارید مثل ارتش بی سر و صدا تو پادگانا باشه، آب این کشور رو ببره، اصلا اونا هیچ صداشون نداره، هیچ موضعی، هیچی. در مورد جنگ با عراق هم فرماندهان سابق ارتش از مصاحبه‌ها به عنوان فرصتی برای برجسته کردن آنچه بی‌انصافی در برخی انتقادهای زمان جنگ می‌دانند استفاده می‌کنند. سال اول جنگ کی گفته عدم موفقیت؟ ما ظرف 6 تا 2 ماه اول جلوی ارتش مجهز عراق رو گرفتیم. این اسمش موفقیت نیست. همه اینها در حالی است که ارتش در 40 سال گذشته آنقدر فیلتر و تصفیه شده که تفاوتش با سپاه عملاً همان رنگ و شکل یونیفرمش است و حوزه‌های عملیاتی که برایش تعریف می شود. واقعاً بزرگترین آرزوی من، آرمانم محو و نابودی رژیم صهیونیستی است. این چیزی است که دائم من بهش فکر میکنم. امسال اما 10 روز قبل از فرارسیدن روز ارتش اتفاقی افتاد که مستقیما به خود ارتش ربطی ندارد ولی به طور غیر مستقیم پای ارتش را به میان میکشد. این گام تاریخی بزرگترین حامی دولتی تروریسم را از ابزارهای مالی پخش نکبت و مرگ در اقصا نقاط جهان محروم می‌کند. شرکت‌ها و بانک‌های سراسر جهان حالا وظیفه مشخصی دارند که مطمئن شوند شرکت‌هایی که با آنها روابط مالی دارند به هیچ ترتیبی با سپاه پاسداران رابطه ندارند. سوال اینجاست که اگر آمریکایی‌ها علیه نیروهای سپاه در داخل یا خارج ایران دست به اقدامی نظامی بزنند، ارتش چه خواهد کرد؟ ما 2 تا برادریم که در دوران دفاع مقدس خونمون کنار هم ریخته. الان توی جنگ قرار ما پیشمرگ هم دیگه باشیم. محمد امینی BBC. وقتا اینجوریه. همکارم حسین باستانی با ما هستن. آقای باستانی، جایگاه ارتش و سپاه الان در جامعه ایران کجاست؟ آیا از دید عموم تفاوت زیادی بین این دو وجود داره؟ به نظر میاد که تفاوت جدی در خیلی از عرصه‌ها وجود داشته باشه، به این علت که سپاه در طیفی از موضوعات سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی درگیر هست. خب ارتش این نوع درگیری ها رو نداره و بیشتر متمرکز به بحث حفاظت از مرزها بوده. در نتیجه طبیعتاً سطح درگیری سپاه خیلی بیشتر بوده
در مقایسه با ارتش. اما از نظر قانونی چطور در قانون اساسی چه تفاوت‌هایی برای این دو قائل شدن؟ ببینید، روایت غالب در ایران این هستش که قانون اساسی ارتش رو مأموریت اصلیش رو حفاظت از مرزها قرار داده و مأموریت اصلی سپاه رو حفاظت از نظام قرار داده. به نظر میاد که این روایت غلطه، یعنی حداقل اگر متن قانون اساسی رو ما نگاه کنیم چنین تفکیکی توش دیده نمیشه. البته ارتش متمرکز هست روی در واقع حفاظت از مرزها، یعنی تمامیت ارضی و استقلال و نظام جمهوری اسلامی. این در واقع ترمینولوژی هست، در واقع لفظی هستش که در اصل 143 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته. در مورد سپاه گفته شده که مسئولیت اون در واقع نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون هست. خب اگر که حاکمان جمهوری اسلامی تصمیمشون این بود که ارتش هم در همون زمینه‌هایی که سپاه در اون زمینه‌ها دخالت میکنه درگیر باشه، میتونستن با استناد به اصل 143 که گفته ارتش یکی از مسئولیتاش پاسداری از نظام هست، بگن خب پس میتونه در این حیطه از موضوعات هم دخالت داشته باشه. ولی تصمیم سیاسیشون این بوده که اینطور نباشه، در حالی که در مورد سپاه یک تفسیر حد اکثری و از اصل 150 قائل شدن که میگه مسئولیت نگهبانی از انقلاب اسلامی رو داره. گفتن خب پس نگهبانی از انقلاب اسلامی، البته ما فعلا داریم در حیطه داخلی صحبت میکنیم، مستلزم این هستش که مثلا در حیطه از موضوعات سیاسی امنیتی و اطلاعاتی هم درگیر باشه. این تصمیم سیاسی حکومت بوده، البته تصمیمی که در ظاهر تبعیض‌آمیز به نظر میرسه، اما در عمل باعث شده که جایگاه ارتش در سطح افکار عمومی بهتر بشه. چرا؟ به این خاطر که مانع از این شده که به مجموعه ای از حیطه‌های مناقشه برانگیز وارد بشه، در حالی که تفسیر حکومت در مورد سپاه چیز دیگری بوده، در نتیجه اون در این حیطه‌ها وارد شده. اما این تصمیم حکومت به کجا کشونده این دو نیرو رو؟ الان در اصل تفاوت‌هاشون در روی زمین چطوره؟ ببینید، گذشته از اینکه چون حکومت خواسته که سپاه در عرصه‌های درگیر باشه و ارتش در اونها نباشه، خب سپاه در اون زمینه‌هایی که اشاره شد طبیعتاً درگیری جدی داشته. اما شاید ما اگر بخوایم متن قوانین ایران رو و قانون اساسی رو ملاک قرار بدیم، تفاوت اصلی سپاه و ارتش در حیطه عمل جغرافیایی اونها هست. باز دارم من راجع به متن قانون صحبت می‌کنم. سپاه اسمش هست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این در هیچ قانونی به صراحت ذکر نشده، ولی در ادبیات سیاسی حکومت ایران هر جا صحبت از انقلاب اسلامی هست، انگار که اشاره داره به یک حیطه جغرافیایی فراتر از مرزهای ایران. مثلا آیت الله خامنه‌ای در ادبیات سیاسی حکومتی ایران، یعنی در رسانه‌های حکومتی ایران، عنوان رسمیش هست رهبر انقلاب و نه رهبر جمهوری اسلامی ایران. رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شما شنیدید، ولی عمدتاً از رسانه‌های خارج از ایران شنیدید. به همین نسبت هم اسم سپاه، اسم رسمیش هست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در اون کلمه ایران دیده نمیشه، در اون حتی کلمه جمهوری اسلامی هم دیده نمیشه. باز به همون نسبت این رهبر انقلاب انگار معنیش اینه که سپاه حیطه عملی فراتر از مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران داره و حیطه عملی داره فراتر از مرزهای ایران و میتونه در جاهای دیگر هم عمل کنه که عملاً همین اتفاق افتاده. البته جالب هستش که حتی در قانون اساسی، در اصل 145 قانون اساسی این ذکر شده که پرسنل ارتش باید اینها در واقع تبعه ایران باشن، ارتش و نیروهای انتظامی. در مورد سپاه همچین تصریحی حتی وجود نداره. یعنی انگار وقتی در سال 58 قانون اساسی تدوین می شده این نگاه وجود داشته، یا حتی وقتی که در سال 68 قانون اساسی بازنگری میشه این نگاه وجود داشته که لزومی نداره که حتما پرسنل سپاه تبعه ایران باشن. البته در یک قانون پایینتر، یعنی قانون مقررات استخدامی سپاه 1370، در اون ذکر شده بعداً که پرسنل کادر سپاه اینها باید تبعه ایران باشن. ولی خب در قانون اساسی، نه در قانون اساسی اولیه و نه در واقع متن بازنگری شدهش همچین چیزی وجود نداشته. در عمل همین اجرا شده. جالب اینه که باز در قوانین پایینتر، یعنی مثلا در اساسنامه سپاه این ذکر شده که خب در زمینه حفاظت از مرزها سپاه به کمک ارتش میاد جایی که لازم باشه. یعنی این باز ذکر شده که وظیفه اصلی با ارتش هست در زمینه مرزها. یا بالعکس در قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ذکر شده که
وقتی که سپاه در خارج از مرزها احتیاج داشته باشه به کمک ارتش، میتونه ارتش به کمک اون بیاد، ولی یعنی مشخص میکنه که حیطه جغرافیایی اینها هر کدوم در کجا هستش. این هم البته یک تصمیم حکومتی بوده، ولی در عمل باز به مناقشه‌های بیشتر در مورد سپاه دامن زده، به این خاطر که گرایش‌های مختلف ایرانیان، فارغ از اینکه حالا اصولگرا باشن، اصلاح طلب باشن، مخالف نظام باشن، طرفدار براندازی باشن، هر چی باشن، به نظر میاد در مقوله حفاظت از مرزها بین اونها حداقل اختلاف نظر خیلی زیادی وجود نداره، فارغ از اختلافاتی که در مورد روش‌ها ممکنه که خیلی راجبش صحبت بکنن. اما در مورد حضور در کشورهای دیگه در خارج از مرزهای ایران، این یکی از موضوعاتی بودی که همواره در واقع مناقشه‌های خیلی تندی در طیف‌های مختلف سیاسی در موردش وجود داشته که خب این دومی به حیطه عملکرد سپاه مربوط می‌شده. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. همکارم حسین باستانی اینجا بود. و مراد ویسی روزنامه‌نگار در رادیو فردا از پراگ با ماست. آقای ویسی، آقای خامنه‌ای امروز در صحبتشون گفتن که سپاه و ارتش با هم برادرن. آیا این بدبینی که در اوایل انقلاب وجود داشت نسبت به ارتش الان برطرف شده؟ به نظر میاد که هم در زمان شاه و هم در زمان جمهوری اسلامی ارتش تعمداً از سیاست دور نگه داشته میشه. در دوره جمهوری اسلامی شاید به این دلیل هم بیشتر که ارتش رو هنوز یک سازمان حرفه‌ای میبینن، نه یک سازمان ایدئولوژیک وابسته به جمهوری اسلامی. یعنی در حالی که سپاه یک سازمان سیاسی نظامی هست، ولی ارتش همچنان تا حد زیادی یک سازمان حرفه‌ای باقی مونده. از طرف دیگه سپاه میشه گفت جزئی از حاکمیت جمهوری اسلامیه، در حالی که ارتش اینطور نیست. من یک بررسی کردم در مورد 28 تا سمت کلیدی و عالی رتبه در جمهوری اسلامی. از این 28 تا سمت 11 تاش در اختیار سپاه هست، فرماندهان ارشد سپاه، و 11 تا در اختیار روحانیون ارشد. ارتش فقط 2 تا سمت داره و 4 نفر هم کسایی هستن نه روحانیان از سپاه. پس دیده میشه در حالی که سپاه حاکمیت هست به معنای واقعی در کنار روحانیون ارشد، ولی ارتش اینطور نیست و ارتش دور از سیاست نگه داشته شده و علی‌رغم اینه که تلاش شده به قول حکومت ارتش حزب اللهی بشه، ولی کماکان شما هیچ فردی رو از ارتش نمیبینید که بعد از دوره نظامیگریش در سطوح عالی جمهوری اسلامی سمت گرفته باشه، در حالی که 11 تا از 28 تا سمت حساس و کلیدی جمهوری اسلامی الان در اختیار فرماندهان ارشد سپاه است. اما به نظر میرسه که در سالهای اخیر یک مقداری این تفاوت‌ها از بین رفته. مثلا نمیدیدیم همونطور که شما خودتون هم گفتین که در مسائل سیاسی دخالت داشته باشن ارتشی‌ها، ولی الان میبینیم که فرمانده فعلی ارتش بارها نظرات سیاسی مطرح کرده. مثلا در اعتراضات ده 96 آقای عبدالرحیم موسوی نامه نوشته، از نیروی انتظامی و بسیج تشکر کرده برای اینکه به گفته او فتنه کور رو خاموش کردن. یا مثلا درباره اسرائیل نظر داده، گفته که اسرائیل باید محو بشه، از برجام انتقاد کرده. به نظر میرسه که این فاصله ای که بین این دو بوده در این سالها داره کمتر میشه. شما موافق هستید؟ هم آره هم نه. از این لحاظ که سران ارتش رو بهشون دستور داده میشه که مواضع سیاسی در حمایت از نظام در سیاست داخلی و خارجی بگیرن، بله، ولی در همین حده. در 4 حوزه کلیدی به نظر میاد اصلا اینطور نیست. سپاه سهم عمده از قدرت سیاسی داره ولی ارتش نداره. سپاه سهم عمده از سیاست خارجی مخصوصا سیاست خاورمیانه‌ای ایران داره، در حالی که ارتش این رو نداره. سپاه سهم عمده‌ای از سازمان سرکوب جمهوری اسلامی رو مثلا در وقایع 78 88 96 و 97 داشته، در حالی که ارتش در اینها شرکت نداشته. و سپاه سهم عمده‌ای از دخالت در انتخابات رو در ایران داره، در حالی که ارتش نداره. عمیق‌تر اگر نگاه بکنیم، سپاه پاسداران در خیلی از حوزه‌های راهبردی سیاست داخلی و خارجی بهش اجازه داده میشه و بلکه آیت الله خامنه‌ای تشویقش میکنه که مشارکت داشته باشه، ولی به ارتش چنین اجازه‌ای داده نمیشه.
شما خودتون سالها تحقیق کردید، تدریس کردید همینطور درباره نیروهای مسلح. الان توان سپاه و ارتش رو شما چطور می‌بینید؟ چقدر با هم تفاوت دارن توان دفاعی و نظامیشون؟ خب ارتش به لحاظ حرفه‌ای وظیفه‌اش حفاظت از مرزهاست. در سالهای گذشته هم همین وضع بوده، در حالی که سپاه الان در حوزه نیرو دریایی و در حوزه نیرو زمینی گسترده تر شده. میشه گفت نیرو هوایی ارتش همچنان قوی تر از نیرو هوایی سپاهست، ولی در حوزه موشکی سپاه قدرت بیشتری داره. در حوزه نیرو زمینی سپاه هم به تدریج قدرتمندتر شده. در نیرو دریایی هنوز هر دوتا هستن، ولی یه نکته خاصی که وجود داره اینی که اصولا نگاه مردم به این دوتا نیروی مسلح چی هست و در شرایطی که مثلا فرض بکنیم اگر بخواد یک جنبش اعتراضی علیه حکومت شکل بگیره، به نظر میاد مجموع آیتم ها رو موقعی که داریم نگاه میکنیم سپاه چسبندگی بیشتری به حاکمیت داره تا ارتش. یعنی سهمش از قدرت سیاسی بیشتره، سهمش از منافع اقتصادی بیشتره، انسجام درونیش در دفاع از حاکمیت بیشتره، فرماندهاش رابطه شخصی تری با حاکمیت دارن. از زاویه فرض بکنید که در درونش بخوایم نگاه بکنیم چسبندگی بیشتری به حکومت وجود داره. آیتم ها رو اگر سر جمع بخوایم نگاه بکنیم به نظر میاد که سپاه رو میشه گفت در کنار آیت الله خامنه‌ای و روحانیان ارشد خود جمهوری اسلامیه، در حالی که ارتش بیشتر یک سازمان حرفه‌ای و نظامی باقی مونده. الان فرمانده ارتش گفته که میخواد بعد از اینکه مرخص شد بسیجی بشه و در پایگاه بسیج خدمت کنه. با تمام این تفاوت‌هایی که شما گفتین و البته با نگاه به اینکه فرماندهی ارتش در حال حاضر به این صورته، فکر میکنید که در زمانی که ممکن باشه بر فرض یک خیزش مردمی رخ بده ارتش چه واکنشی خواهد داشت؟ ببینید این رو 8-9 تا آیتم بین‌المللی وجود داره. من یک پژوهش 4-5 ساله روی این انجام دادم. بر اساس این 8-9 تا آیتم میشه پیش بینی کرد که ارتش یا سپاه در صورتی که یک جنبش اعتراضی علیه حکومت شکل میگیره چه واکنشی میدن. حکومت خب خواستار سرکوب میشه، ارتش و سپاه بر اساس این 8-9 تا آیتم عمل میکنن. اینی که چقدر سهم دارن از قدرت سیاسی. اگر سهمشون از قدرت سیاسی یا پست‌های کلیدی زیاد باشه احتمالاً از حکومت دفاع میکنن، نه از مردم، تا اون سمت‌ها رو نگه دارن. بحث دوم سهمشون از منافع اقتصادی، مخصوصا نه فقط بودجه ارتش یا بودجه سپاه، اینی که خود فرمانده‌ها چقدر امتیازات اقتصادی دارن. هر کدومشون امتیازات اقتصادی بیشتری داشته باشن سعی میکنن از حکومت دفاع بکنن، اگه نداشته باشن نه. عنصر سوم رابطهشون با نظام منطقه‌ای و بین‌المللیه. آیا نظام بین‌الملل رو تصمیم گیری اینا اثر داره یا نه، یا اینا میتونن از بازیگرای منطقه‌ای به نفع خودشون حمایت بکنن مثل شبه نظامی‌ها یا غیر از اون. نگاه مردم به اینا چطور هست؟ آیا مردم اینا رو به عنوان نیروی سرکوبگر نگاه میکنن یا نه نیروی مدافع خودشون نگاه میکنن؟ اونها به مردم چجور نگاه میکنن؟ مردم معترض رو شورشی نگاه میکنن یا مردم عادی نگاه میکنن؟ رابطه شخصی خود فرمانده‌ها با حاکمیت چیه؟ آیا رابطه نزدیکی با حاکمیت دارن سپاهی‌ها یا ارتشی‌ها یا ندارن؟ از طرف دیگه آقا انسجام درونیشون چطوره؟ آیا دستورپذیری در سطح بالاست، بهشون دستور سرکوب بدن سرکوب میکنن یا نه سرکوب نمیکنن؟ از اون ور تجربه تاریخیشون در دخالت در سیاست چیه؟ تجربه کودتا و دخالت در سیاست داشتن یا نه و هنوز از اون متاثرن یا نه؟ و یکی از آخرین آیتم‌ها اینه که مستقل از شخص حاکم هویت مستقل دارن یا نه؟ مثلا مثل ارتش مصر مستقل از مبارک هویت مستقل دارن یا نه مثل ارتش شاهنشاهی ایران که مستقل از شاه خیلی هویت نداشت؟ آیا الان سپاه مستقل از آقای خامنه‌ای هویت داره یا ارتش مستقل از آقای خامنه‌ای هویت داره یا نه؟ و انتهاش که مهمترین آیتم اینه که موقعی که این جنبش اعتراضی شکل میگیره حس اونها این هست که باید از حکومت دفاع کنن و مردم رو سرکوب کنن یا نه باید از مردم دفاع کنن و جانب حکومت راه کنن. تجربه‌ای که الان نشون داده شده حداقل در 1-2 سال اخیر، مخصوصا در زلزله سرپرس‌ها و سیل اخیر، به نظر میاد مردم حسی که به ارتش دارن یک حس نزدیکتریه و کمتر از ارتش انتقاد میکنن، بیشتر تعریف میکنن و انتقادها بیشتر متوجه سپاه. میشه گفت در یک حالت فرضی در آینده بر اساس این آیتم ها سپاه و ارتش تصمیم خواهند گرفت از مردم معترض حمایت بکنن
یا از حکومت. و در نهایت اگر خیلی کوتاه جواب بدید، با توجه به اینکه سپاه در لیست فهرست تروریستی آمریکا قرار گرفته، فکر می‌کنید آیا این تاثیر خاصی روی فعالیت‌های ارتش داشته باشه؟ هم آره هم نه، به این دلیل که فرمانده دوتاشون مشترک آیت الله خامنه‌ای فرمانده کل قوا و دوتاشون از ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگ میشن که باز رو هر دوتا اثر داره و از این لحاظ نه که سپاه یک سازمان سیاسی اقتصادی نظامیه و در حوزه سیاسی و اقتصادی تأثیر می‌پذیره از تحریم‌ها، در حالی که ارتش بیشتر حرفه‌ایه و اصولاً اگرم دقت کرد باشی کشورهای مثل ایالات متحده ارتش رو خیلی تحت تحریم و فشار قرار نمیده و چنین نگاهی به ارتش در سطح دخالت‌های منطقه‌ای و سرکوب حقوق بشر در داخل کشور نداره. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. مراد ویسی، روزنامه‌نگار در رادیو فردا از پراگ. سپاه پاسداران از حرفهای سعید قاسمی، یکی از فرماندهان پیشین سپاه، انتقاد کرده. سخنگوی سپاه گفته که اظهارات آقای قاسمی شخصی و فاقد اعتبار است و به او توصیه کرده بهانه به دست دشمنان انقلاب ندهد. آقای قاسمی در مصاحبه‌ای گفته بود که او و همراهانش در جنگ بوسنی تحت پوشش امدادگران هلال احمر فعالیت‌های نظامی انجام می‌دادند. جمعیت هلال احمر ایران هم گفته از سعید قاسمی شکایت کرده. جزئیات بیشتر از بهرنگ تاجدین. 1995 شهر سربرنیتسا. شبه نظامیان سرب به رهبری رادوان کارادزیچ بیش از 8000 مسلمان بوسنیایی را قتل عام کردند. نقطه اوج جنایت‌هایی که در دوران جنگ داخلی در بوسنی و هرزگوین اتفاق افتاد. جنگ‌های قومی میان بوسنیایی‌های مسلمان، کروات‌های کاتولیک و سرب‌های ارتدوکس. جنگی که پای نیروهایی از کشورهای مسلمان از جمله ایران را هم به شبه جزیره بالکان باز کرد. ما هلال احمری هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفتیم. صحبت‌های این عضو بازنشسته سپاه پاسداران درباره نحوه حضور نیروهای ایرانی در این جنگ جنجال به پا کرده. حضور ما و به تبع ما القاعده که اومد، ما هم یه مدت با خود القاعده‌ای ها در بوسنی و هرزگوین که استیل ما رو گرفته بودن، از سربند و پرچم گرفته، گردان فلان، گردان فلان، اینها گردان همسه سید و شهدا، گردان فلان. و عرضم به حضور شما که همون استیل رو بردن، اونها هم اومدن اونجا، مجاهدین از سر تا سر دنیا، اونایی که میتونستن آزاده ها اومدن اونجا. یه اتفاق جدیدی رقم خورد، تشکیل یگانهای جهادی مسلمان در مقابل این چیزی که الان مثلا توی 5-6 ساله توی بوسنی، توی سوریه اتفاق افتاد، تو بوسنی قبلش اتفاق افتاد. حالا این حرفها واکنش تند سپاه پاسداران را به دنبال داشته. سخنگوی سپاه پاسداران گفته اظهارات سعید قاسمی که مدتی داوطلبانه در بوسنی حضور داشته و سالهای زیادی هم از بازنشستگی ایشان می‌گذرد، دیدگاهی شخصی و فاقد اعتبار است. کارکردهای سپاه منطبق با قوانین و مقررات بوده و اقدامات امدادی سپاه به مردم مسلمان بوسنی نیز از این قاعده تبعیت کرده است. سرتیپ رمضان شریف به آقای قاسمی توصیه کرده ایشان و برخی افراد که از سازمان سپاه بازنشسته یا جدا شدند از اظهار نظرهای غیر مسئولانه و خلاف واقع پرهیز نموده و برای دشمنان انقلاب و ملت ایران تولید بهانه و دساویز نکنند. جمعیت هلال احمر هم که در هفته‌های اخیر مشغول امدادرسانی به سیل زدگان بوده، از اظهارات آقای قاسمی خشمگین شده. این نهاد که در کشورهای دیگری نظیر لبنان هم فعال است، نگران است که این صحبت‌ها کار در خارج از ایران را دشوارتر کند. این نهاد در بیانیه‌ای گفته اگر فرد یا نهادی از نشان و لباس جمعیت هلال احمر ایران در مسیری مغایر با اهداف و اصول این نهاد بین‌المللی سوء استفاده کرده، قطعاً بدون اجازه و هماهنگی این جمعیت بوده است. به دنبال اقرار سعید قاسمی به استفاده از پوشش هلال احمر برای اهداف نظامی در زمان جنگ بوسنی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از او به مراجع قضایی شکایت می‌کند. پس از آنکه آمریکا هفته پیش تصمیم گرفت سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی‌اش قرار بدهد، هزینه هر گونه رابطه با این نهاد نظامی بالا رفته، چرا که هر گونه ارتباطی می‌تواند باعث قطع فوری همکاری یا مبادلات بین‌المللی شود. بهرنگ تاجدین، BBC.
برای بررسی بیشتر صحبت‌های آقای قاسمی، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ماست. آقای مهدوی آزاد، دیدم که محمود واعظی رئیس دفتر آقای روحانی صحبت از این کرده که آقای قاسمی به آمریکا پاس داده که گل بزنه. بله، به حدود 2 هفته پیش بود اگر خاطرتون باشه، جواد ظریف و آقای روحانی روزه مفصلی خوندن که آمریکایی‌ها هلال احمر ما رو تحریم کردند. خب این آقا داره روشن میگه که هلال احمر در واقع پوشش اقدامات نظامی ایران بوده. همین چند روز پیش موقعی که وزیر خارجه آمریکا رفت در کمیسیون سیاست خارجی کنگره آمریکا گزارش بده و از او پرسیدن که آیا به استناد قانون بعد از 11 سپتامبر ارتباط ایران با القاعده میتونن به ایران حمله بکنن یا نه، خب مخالفین جنگ در دنیا کلی تبلیغات کردن که جمهوری اسلامی ارتباطی با القاعده نداره. این آقا به روشنی داره میگه، فرمانده سپاه بوده که ما در سال 1992 در آغاز در واقع جنگ بوسنی با القاعده ها از ما خط گرفتن، با اونها رابطه داشتیم و همچنین رابطه با تروریسم. بنابراین واضح بود که حکومت مجبور میشه تکذیب بکنه، از اون بدتر سپاه مجبور میشه حرف او رو تکذیب بکنه، بگه او دروغ گفته. با این حال خب واقعیات تاریخی رو نمیشه تکذیب کرد. اینه که ایران در بوسنی بوده و در پوشش هلال احمر در واقع سپاه پاسداران فعالیت میکنه، یه واقعیت خیلی مسلمه، نیاز به حرفای قاسمی نداشت. برمیگردیم به فعالیت‌ها در بوسنی، اما اول می‌خواستم بپرسم که آقای قاسمی چه نقشی داره در حکومت ایران که این حرفا رو میزنه؟ چرا این حرفا رو زده؟ ببینید آقای قاسمی این روزها که در واقع یک نماینده از جناح تندروی آسی همچنان پشتیبان ولایت معتقد به آقای خامنه‌ای معتقد به آقای خمینی است، منتها نقشش توی این ماجرا کمی فراتر هست. در واقع موقعی که صحبت از بوسنی میشه به اسم سعید قاسمی وسط هست، اسم سردار نقدی و اسم سردار الله کرم. من یادم هست واشنگتن پست اون زمان تخمین میزد که نیروهای ایرانی بین 4 تا 5 هزار نفر هستن. تو ایران کارهای تبلیغاتی زیادی هم در این زمینه شده، کم کم دارن باز میکنن. منتها 3 تا اسمی که ما از اون ماجرا میشناسیم در واقع این 3 نفر هستن و روایت خیلی از روایت ها هست. همین سال 1395 روزنامه الاخبار گزارش مفصلی داد که سعید قاسمی رو یکی از ژنرال ها، نمایندگان اصلی ایران در بوسنی معرفی کرد. بنابراین به خاطر اون پشتوانه است، به خاطر اون گذشته است که شاید حرفاش اینقدر حساسیت ایجاد میکنه. اما استفاده سپاه هم از هلال احمر چیز تازه‌ای نیست. گزارش‌های زیادی طی چند دهه اخیر داریم. ببینید این بگم که در اون مقطع رئیس سازمان هلال احمر ایران سیف الله وحید دستجردی بوده. سیف الله وحید دستجردی پدر همین خانم مرضیه وحید دستجردی است که وزیر بهداشت آقای احمدی نژاد بود و احمد وحید دستجردی که خوب میشناسیم، یکی از مقامات نظامی ارشد ایران هست. او در واقع یک پزشک خوشنام بود به روایت تاریخ، منتها بسیار نگاه تندی داشت. آقای رفیق دوست چند وقت پیش، فکر کنم 1 سال پیش مصاحبه کرد، پذیرفت، برای اولین بار فاش کرد که آقای در واقع احمد وحید دستجردی یکی از مقامات سپاه پاسداران در انتقال سلاح مخصوصا از لیبی به ایران زمان جنگ بوده. و خب این شایعه‌ای که سالها بود شنیده میشد که اساسا در ماجرای بوسنی هم آقای وحید دستجردی، یعنی در واقع پسر رئیس وقت سازمان هلال احمر، نقش کلیدی داشته رو تقویت میکرد. منتها علاوه بر این صدها سند وجود داره. یکی از معروف تریناش سند اسناد ویکیلیکس هست که سال 1989 منتشر شد. خب مو به مو گزارش در واقع دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های دیپلماتیک رو نشون میده که مثلا سپاه قدس در پوشش هلال احمر 2 تا کلینیک کجا درست کرده، خود سپاه در پوشش هلال احمر چه کار میکنه. سالهاست یمن دور هلال احمر ایران رو در واقع متهم میکنه. اصلا بحران بین ایران و یمن سال 88 از زمانی شروع شد که یمن 2 تا از درمانگاه‌های وابسته به هلال احمر رو در صنعا اگر اشتباه نکنم به هر حال در یمن بست. در مورد لبنان ما میدونیم که در واقع سپاه پاسداران به کمک هلال احمر ایزن کمیته امداد فعالیت خود آمریکایی‌ها سال‌هاست در حوزه‌های مختلف در واقع هلال احمر ایران رو متهم می‌کنن که پوشش سپاه هست. بنابراین در این زمینه تقریبا هیچ شکی وجود نداره، زمینی که اسنادی که اخیراً منتشر شده، این کتاب ری که منتشر شده، این پارسال سفیر سابق ایران سفیر اسبق ایران در لیبی مصاحبه کرد با صدا و سیما، گفت احمد جنتی در اون مقطع که نماینده ویژه آقای خامنه‌ای بوده بیش از 100 بار رفته بوده بوسنی. اسنادی که اخیراً منتشر شده هم جای هیچ شکی باقی نمیگذاره که ایران با در واقع توان نظامی بالا، لوجستیک جدی اونجا بوده و یکی از پوشش‌های جدیش هلال احمر بوده. گزارش‌هایی هم هست که سپاه در مدیریت هلال احمر امروز نقش بزرگی داره، درسته؟
ببینید گزارشی که وجود داره در واقع مال یکی از اسناد جدی ویکیلیکس هست، اگر اشتباه نکنم مال سال 1384 هست، زمانی که خاتمی آمد، نه سید محمد خاتمی، کسی به نام آقای خاتمی رئیس هلال احمر شد. اون زمان گزارش شد که به واسطه که او از در واقع فرماندهان سابق سپاه پاسداران بوده، تعداد قابل ملاحظه‌ای از نیروهای امنیتی و نظامی ایران و اطلاعاتی ایران وارد هلال احمر شدن. در مورد نیروهای اطلاعاتی عدد داد، یعنی گفتش که حدود 100 نفر مثلا به هلال احمر در شهرستان ها، حدود 40 نفر به هیئت مدیره در واقع سازمان انجمن تزریق شدن. اما در مورد تعداد نیروهای سپاه پاسداران عدد و رقمی حداقل من جایی ندیدم. با این حال شکی وجود نداره، هم به خاطر ارتباطات سازمانی، افزایش نفوذ سپاه در سالهای گذشته و همچنین به خاطر اینکه سپاه یه سری شرکت‌های اقتصادی زده در حوزه واردات دارو و حوزه واردات کالاهای بهداشتی، حوزه‌های خدماتی که لاجرم اونو در ارتباط مستقیم با هلال احمر قرار میده. سپاه الان در این نهاد دست برتر رو گرفته. آقای مهدوی آزاد خیلی ممنون از شما. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از بن با ما. 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. حساب کاربری ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران و علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر ایران، در اینستاگرام از دسترس خارج شده. از 2 روز پیش با قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌هایی که آمریکا تروریستی می‌داند، اینستاگرام حساب‌های کاربری چند فرمانده ارشد سپاه از جمله قاسم سلیمانی را مسدود کرد. صدف خادم، بوکسور ایرانی، تصمیم گرفته به ایران باز نگردد. مدیر رسانه‌ای او میگوید خانم خادم بعد از مطلع شدن از صدور حکم بازداشتش سفر بازگشت خود را به ایران لغو کرد. این ورزشکار 24 ساله اولین زن در تاریخ بوکس ایران است که در یک مسابقه رسمی شرکت کرد. مسابقه‌ای که 4 روز پیش در رایان فرانسه با پیروزی او تمام شد. صدف خادم گفته در یک مسابقه قانونی شرکت کرده و اینکه تیشرت و شورت ورزشی پوشیده از چشم جهانیان عادی است، اما در ایران قانون شکنی محسوب می شود. در همین حال رئیس فدراسیون بوکس ایران خبرهای مربوط به احتمال برخورد قضایی با خانم خادم در صورت بازگشت به ایران را تکذیب کرده و گفته از نظر این فدراسیون فعالیت‌های او شخصی است و نمایشی. گروه خیریه جمعیت امام علی در ایران میگوید بعضی از کسانی که برای این خیریه کار داوطلبانه میکردند در تماس‌های تلفنی تهدید و بازخواست شدند و از آنها خواسته شده از حمایت از این سازمان دست بردارند. این گروه خیریه مشخصاً نگفته چه نهادها و یا افرادی مسئول این تهدیدها هستند. در روزهای گذشته موجی از حملات رسانه‌ای علیه جمعیت امام علی انجام شده که منسوب به محافظه‌کاران حکومت است. از جمله روزنامه کیهان در مطلبی به این گروه حمله کرده. آلن گارسیا، رئیس جمهوری پیشین پرو، با شلیک گلوله به زندگیش خاتمه داده. او کمی بعد از آنکه پلیس برای بازداشت به خانه‌اش رفت، خودکشی کرد. پلیس می‌خواست درباره اتهام رشوه‌گیری او از یک شرکت ساخت و ساز برزیلی تحقیق کند. خودش بارها اتهام خلافکاری را رد کرده بود. شرکت او اوبرشت اذعان کرده که در چند کشور آمریکای لاتین به افرادی رشوه داده. تلاش آقای گارسیا برای دریافت پناهندگی سیاسی از اوروگوئه ناکام مانده بود. مصوبه دیروز شورای شهر تهران برای نشاندن نام بعضی از مشاهیر ایران معاصر بر خیابان‌های تهران واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها داشته. از جمله این مشاهیر فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، فریدون مشیری، مهدی اخوان ثالث، عزت الله انتظامی و محمد رضا شجریان هستند. بعضی از آنها معمولاً در میان محافظه‌کاران جمهوری اسلامی غیر خودی تلقی می‌شوند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. اینو ولش کن. برو آره برو برای آن کس که دور است و آن که نزدیک، دیدن نام آنها که فرهنگ و هنر ایران را بارور کردند بر سر خیابان‌ها و کوچه‌های شهر یادآور هویت ایرانی است. اما برای آن دسته که حامی حذف گزینشی نامآوران ایرانی از خاطره جمعی هستند، شاید کاری نمایشی. بر اساس تصمیم شورای شهر، بلوار فلامک در شهرک غرب نام محمد رضا شجریان را خواهد گرفت. خیابان سپند در اقدسیه به نام عزت الله انتظامی ثبت شد.
3 فرعی در خیابان دولت هم قرار است نامشان به نامهای فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی و محمد علی سپانلو شاعران مشهور ایرانی تغییر کند. نام‌های دیگر مانند فریدون مشیری، هوشنگ ابتهاج و علی حاتمی هم بر خیابان‌ها و کوچه‌های پایتخت خواهند نشست. بعضی از این نامگذاری‌ها برای بسیاری دور از ذهن بود. نمونه آن محمد رضا شجریان. استاد آواز ایران که در اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در کنار معترضانی ایستاد که محمود احمدی نژاد آنها را خس و خاشاک خواند و در حمایت از معترضان تصنیف تفنگت را زمین بگذار سر داد. سالهاست آقای شجریان در داخل ایران کنسرت برگزار نمی کند و بارها هنرش به 4 میخ حمله‌های سیاسی کشیده شده. نام دیگری که ثبتش بر دیوار شهر جلب توجه کرده فروغ فرخزاد است. زن به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند اون رخ تابنده را. تیشه زن بر حضرت بندم زنم تا که با مهر تو پیوندم زنم. مال کی باشه این شعر خوبه؟ مثلا مولوی دلین اعتصام گفتن شاعر نخودلوبیا بله برای اینکه روح فرخزاد رو بالا ببرن اونو خواستن خوردش کنن. پیشتر هم نامگذاری معبری دیگر در تهران برای یادبود محمد مصدق بحث برانگیز شد. خیابان پهلوی تهران بعد از انقلاب محمد مصدق نام گرفت، اما سرانجام این خیابان به صورت رسمی به ولیعصر تغییر نام داد. انگیزه این تغییر نام باز هم سیاسی بود. امروز قرار است نام‌هایی بر در و دیوار پایتخت ایران نقش ببندند که در ذهن مردم خاطره‌های ماندگار حک کردند. از خود برون می‌آیم، لب‌های بسته‌ام را یک لحظه می‌گشایم، ای سرزمین دیری. نامآوران دیگری هم هستند که از آنها یادی نمی شود، اما به قول سپانلوی شاعر یادشان لحظه ای از زمان بازگردد اگر روزگاری شود زنده در خواب این شهر عطر عقاقی. شیدا هوشمندی، BBC. فرشته قاضی روزنامه‌نگار از شهر آتلانتا در آمریکا با ماست. خانم قاضی، چی شده که شورای شهر به فکر تجلیل از نخبگان فرهنگی افتاده؟ من این مسئله و این تغییر نام‌های صورت گرفته رو به نوعی بازتابی از تغییر شکل قدرت سیاسی در شورای شهر میدونم، به این معنی که در واقع با تغییر روابط قدرت هم ساعت نمادین شهر تغییر میکنه، هم قدرت مسلط میاد همه چیز رو به تسخیر خودش در میاره. در واقع تیر 97 یه نشستی برگزار شد با عنوان نامگذاری اماکن و خیابان‌های تهران سلیقه‌ای علمی یا مردمی و اونجا بحث‌های متعددی شکل گرفت. پیشنهاد نظرخواهی اینترنتی از مردم شد برای نامگذاری معابر و پژوهش‌هایی که ارائه شد به نظر من این شورا رو به این سمت برده. در واقع منظورم از این تغییر قدرت سیاسی در شورای شهر این هستش که روایتی که اعضای شورای شهر و ترکیب فعلی شورای شهر از تاریخ، فرهنگ و هنر این کشور داره در واقع بسیار نزدیک به روایتی هست که مردم دارن و چندان نزدیک به نهادهای قدرت نیست. نهادهای قدرت همیشه سعی میکنن روایت خودشون رو از تاریخ و فرهنگ به شهر با نامگذاری‌های این چنینی تحمیل بکنن. اما مثلا ما سر دکتر مصدق دیدیم که مجادله سر این که اسم ایشون به عنوان یک خیابان انتخاب بشه دهه‌ها ادامه داشت، در دوره‌های مختلف شورای شهر بود تا بالاخره تونست انجام بشه. اما مجادله بیشتر بر سر روایتی از دکتر مصدق بود، روایتی که مردم داشتن و میخواستن چنین نامی برگزیده بشه و روایتی که حکومت داشت. مثلا
صحبت‌هایی که آیت الله خامنه‌ای در مقطعی کرده بود با این عنوان که مثلا مصدق به آمریکایی‌ها اعتماد کرد کتکش رو خورد، یا معصومه آباد اومده بود گفته بود عضو سابق شورای شهر که نامگذاری خیابانی به عنوان دکتر مصدق قابل امکان نیست چون آرا و افکارش مورد تایید مقامات رسمی نیست. در واقع روایاتی که از این افراد، شخصیت‌ها، حکومت داره، مردم دارن، جناح‌های مختلف سیاسی داره، باعث میشه که وقتی اون روایت که به مردم نزدیکه در مسند قدرت هرچند در شورای شهر در همین سطح هم قرار بگیره، این روایات بیاد در داخل شهرها، بیاد توی خیابون‌ها. ولی خیلی هم انتقاد کردن، حالا به غیر از کیهان و بعضی تندروها در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی گفتن که این جنبه تبلیغاتی داره. ببینید حتی اگر جنبه تبلیغاتی داشته باشه، من فکر می‌کنم اقدام بسیار خوبیه. این نامگذاری ها نه چیزی به محمد رضا شجریان اضافه میکنه، نه به فروغ فرخزاد، نه سیمین بهبهانی، نه به سایر کسانی که این خیابون ها به اسمشون شد. در واقع این اسامی، این عناوین و این شخصیت ها هستن که به اعتبار شهر و خیابون و تاریخ و فرهنگ اون کشور اضافه میکنن. برخی انتقادها هم هست که مثلا کوچه ها، خیابون ها فرعی، کوچه های اصلی نیست، یا اینکه بحث تبلیغات انتخاباتیه یا هر چیز دیگه. به نظر من چیز مهم این هستش که این اسامی میاد توی خیابون ها. بسیاری از این اسامی خب در واقع میشه گفتش که باعث یادآوری میشن، باعث میشن که توی اذهان مردم باقی بمونن، هرچند که میزان ماندگاری اون افراد به اینکه اسمشون تو خیابون باشه یا نباشه نیست، بلکه این تاریخ مملکت هست که بهش احترام گذاشته میشه. این هم اولین مورد نیست که اعتراض میشه. مثلا اگر فقط هم دکتر مصدق نبود، اگر یادمون باشه مثلا سر قضیه خالد اسلامبولی به نوع دیگری اعتراض بود. حتی قرار بود که مثلا به خاطر اعتراض دولت مصر یا بهبود روابط این اسم بیاد تغییر بکنه، اما اتفاق نیفتاد. زور اون کسایی که روایت خاصی از ایشون داشتن بیشتر بود. یا حالا الان شما فکر میکنید که زور شورای شهر به منتقدان برسه؟ ببینید شورای شهر یه کمیسیون داره، یه کمیسیون فرعی که به عنوان کمیسیون فرعی نامگذاری در شورای شهر، نهادی که مصوبات تغییر نام‌های معابر و اماکن شهری رو به عهده داره. در واقع بخشی از کمیسیون اصلی فرهنگ اجتماعی و زیست شهریه. این کمیته تصمیم میگیره، کمیسیون تصویب میکنه و شورای شهر وقتی تصویب کرد شهرداری باید اجرا بکنه. تنها نهادهایی که میتونن در مقابل مصوبات شورای شهر مقاومت بکنن یا ردش بکنن فرمانداری تهران هست که باید دلایل مستند داشته باشه. به نظر نمیرسه فرمانداری فعلی چنین کاری بکنه و دیوان عدالت اداریه که اون هم باید شکایت شهروندان پشتوانش باشه که بیاد مصوبات شورای شهر رو با قوانین تطبیق بده که اینجا هم کار غیرقانونی صورت نگرفته. خیلی ممنونم ازتون. فرشته قاضی، روزنامه‌نگار از آتلانتا. بعد از 3 روز نافرمانی مدنی و دستگیری نزدیک به 300 نفر از فعالان محیط زیست در لندن، امروز رؤسای بانک‌های مرکزی بریتانیا و فرانسه هم هشدار دادند که اگر برای مقابله با تغییرات اقلیمی چاره اندیشی نشود، نظام اقتصادی هم ممکن است با مشکلات جدی روبرو شود. خطری که امروز سازمان ناسا با تأکید دوباره بر گرمتر شدن زمین بر آن تأکید کرده. سیاوش اردلان رو از محل تجمع فعالان محیط زیست از مرکز لندن داریم، از چهارراه بزرگ آکسفورد سرکس در قلب لندن، جایی که تظاهر کنندگان اونجا بست نشستن در وسط چهارراه. سیاوش، چه میگذره اونجا؟ کسرا، بعد از 3مین روز از این تحصن در مرکز یکی از شلوغ‌ترین میادین اصلی لندن، الان اینجا رو دارن وقت خودشون رو با شعر و موزیک و تو یک فضای کارناوالگونه میگذرونن. قطعا هدف اینا اینجا تفریح نیست، ولی اگه قرار اونطور که وعده دادن تا 2 هفته بتونن اینجا رو در تصرف خودشون نگه دارن، طبیعیه که باید این وقت رو پر بکنن، طبیعیه که باید تا حد ممکن
مردم زیادی رو جذب بکنن. یک نظرسنجی امروز نشون داد در این اعتراضها و این کارزار نافرمانی مدنی اگه اسمشو بذاریم که الان 3 روز روند زندگی عادی رو در مرکز شهر لندن مختل کرده، حدود 56% از مردم بریتانیا از یک نمونه 5000 نفری مخالف هستند، اما حدود 37% موافق هستند که این رقم بسیار بالایی هستش برای گروه طغیان علیه انقراض، گروه نوظهوری که از چند ماه پیش آغاز به کار کرد، آغاز به فعالیت کرد با این هدف که دولت بریتانیا رو وادار بکنه تولید دیوکسید کربن و گازهای گلخانه‌ای خودش رو تا سال 2025 به 0 برسونه. یک هدف بسیار بلند پروازانه، اما اونچه که اینها اینجا میخوان فقط بریتانیا نیست بلکه ایجاد یک الگویی هستش در سراسر جهان برای همه فعالان اقلیمی که مثلا همون دانش آموزانی که روز جمعه دست از کلاس‌های درس میکشن در نقاط مختلف هم از طریق این کارزارهای نافرمانی مدنی سیاستمداران و تصمیمگیران رو وادار بکنن که فکری بکنن به حال کاهش گازهای گلخانه‌ای و مقابله با تغییر اقلیم. سیاوش، شنیدم که شهردار لندن هم یکی از اون 37% کسانی است که با این فعالان موافق هستند و برای همین هم هست که اونجا رو ظاهراً موافقت کردند که وسط این چهارراه بزرگ تجمع کنن، بس بشینن و پلیس هم کنار وایسه و دخالت نکنه و تحمل کنه. درسته کسرا، چند نکته است بعد در نظر بگیریم. حدود 300 نفر تا الان بازداشت شدن. 2 موردش رو همینجا خودم چند دقیقه پیش دیدم. اصلا هدف این معترضان این هستش که بازداشت بشن. البته پلیس باهاشون برخورد تندی نمیکنه، ولی خیلی سخت هستش بشه اون خط ظریف رو حفظ کرد ما بین اینکه اجازه اعتراضهای مسالمت آمیز به معترضین داد و در عین حال گذاشت که روند زندگی عادی مردم به هم نخوره. شهردار لندن هم بله بسیار دغدغه محیط زیست داره، پیشتاز بوده در امر منع رفت آمد خودروهای آلاینده در داخل شهر لندن در تمام زمینهای تدابیری که میتونه به پاکسازی هوای لندن کمک بکنه. ولی خود شهردار لندن هم در چارچوب همین بحثی که الان این آزمون نافرمانی مدنی در بریتانیا گذاشته، گفته که اگر بخواد این اعتراضات به همین شکل ادامه پیدا بکنه و مردم نتونن مثلا از مترو استفاده بکنن، چون اینا امروز جلوی رفت آمد متروها رو هم گرفتن، باعث میشه که مردم متوسل بشن با خودروهای شخصی و این آلودگی رو بیشتر میکنه. از همین جهت این یک بحث جهانی هستش و این اعتراضات امروز هم توجه جهانیان رو البته جلب خواهد کرد به مقوله تغییر اقلیم. از گمنامی به تیتر اول رسانه‌های بریتانیا، معترضان اقلیمی به هدف اولیه خود رسیدند، ولی به بهای بازداشت بیش از 300 نفر از آنها طی 3 روز کارزار نافرمانی مدنی در لندن و دیگر شهرهای بریتانیا. بعد از مسدود کردن خیابان‌های اصلی شهر و امروز صبح مترو لندن و آغشته کردن شرکت نفتی شل به رنگ خون. هدف آنها این است که دولت بریتانیا مصرف سوخت فسیلی و تولید گازهای گلخانه‌ای خود را تا 6 سال دیگر به 0 برساند. بریتانیا در 30 سال گذشته گازهای گلخانه‌ای خود را 40% کاهش داده. اما معترضان میگویند سرعت و شدت تغییر اقلیم، سیل و طوفان و خشکسالی که در نتیجه تولید گازهای گلخانه‌ای است، یک بسیج عمومی و همه جانبه می‌طلبد. ما خودمون رو به این کامیون بستیم که نتونه حرکت کنه. دلیل اینکه ما این کارا رو می‌کنیم اینه که می‌خوایم دولت برای مقابله با تغییر اقلیم اقدام کنه. مدت هاست که دست روی دست گذاشتیم. پس الان وقتشه که با شیوه‌های رادیکال کاری کنیم که دولت بریتانیا به مسئولیت‌هاش عمل کنه. این پیامی است که دیروز فرسنگ‌ها دورتر در استراسبورگ توسط یکی دیگر از معترضان اقلیمی مشهورتر عنوان شد. اینجا در پارلمان اروپا گرتا تونبرگ، رهبر جنبش اقلیمی نوجوانان، مورد استقبال نمایندگان و سران اتحادیه اروپا قرار گرفت. دیروز دنیا با ناامیدی و اندوه فراوان سوختن کلیسای نوتردام در پاریس را به تماشا نشست. بعضی از بناها فقط یک ساختمان نیستند. نوتردام دوباره ساخته خواهد شد. امیدوارم بنیه‌ای قوی داشته باشه. امیدوارم بنیه‌های ما از آن هم قوی تر باشه. ولی میترسم که اینطور نباشد. گرتا تونبرگ بعد از این سخنرانی نتوانست احساسات خود را پنهان کند. او از گمنامی چند ماه پیش امروز به یک چهره جهانی بدل شده و سخنانش در مجامع بین‌المللی خریدار دارد. نه فقط در مجامع بین‌المللی، بلکه در مجامع روحانی و اینجا در واتیکان که اشک‌های دیروز جای خود را به لبخند
دیدار با پاپ داد. بیشتر دولت‌های جهان نظر کارشناسان اقلیمی را قبول دارند که کره زمین در حال گرمتر شدن است و باید به فکر چاره بود. نظری که امروز سازمان ناسا با انتشار نتیجه 15 سال مطالعه درباره حرارت زمین دوباره بر آن تأکید کرد و گفت یخ‌های قطبی سریعتر از برآوردهای قبلی آب می‌شود. آب شدن یخ‌های قطبی یکی از زنگ‌های خطر اصلی برای برهم خوردن طبیعت زمین و تغییر اقلیم است. خطری که نه فقط اقلیم را تغییر می‌دهد، بلکه می‌تواند خسارت‌های فراوانی را بر تمدن‌های بشری وارد کند. خسارت‌هایی که با سوء مدیریت منابع طبیعی بیشتر هم خواهد شد. از این رو امروز رؤسای بانک‌های مرکزی فرانسه و انگلستان لازم دیدند مشترکاً در روزنامه گاردین هشدار دهند باید برای جلوگیری از فروپاشی نظام مالی و اقتصادی جهان فوراً جهت مقابله با تغییر اقلیم دست به کار شد. از رؤسای بانک‌های مرکزی در اروپا گرفته تا دانشمندان ناسا و از رهبران روحانی واتیکان تا معترضان اقلیمی لندن، حس خطر یکیست، ولی هنوز توافق برای آنچه امروز و الان باید کرد راه زیادی باقی مانده. سیاوش اردلان، BBC. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته انتظار داره بازسازی کلیسای نوتردام تا 5 سال دیگه، یعنی زمان بازی‌های المپیک، به پایان برسه. امروز ساعت 6:50 عصر به وقت پاریس، درست زمانی که آتش‌سوزی پریروز شروع شد، ناقوس کلیساهای سراسر فرانسه به صدا درآمد. نشانه‌ای از عزمی که برای بازسازی نوتردام وجود دارد. برنامه امشب را با پخش لحظاتی از به صدا درآمدن ناقوس این کلیساها به پایان می‌بریم. حکایت یک سرزمین و یک پلیس. مردان، فیلمی از متین قبادی در آپارات. ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی به همراه گروه کور بهار کنسرت راه ابریشم رو در اینجا اجرا میکنن. من فکر میکنم که زیباترین صدای سازی جهان صدای خود انسانه